از فروش کتاب تا رهبری اقتصاد دیجیتال. سلام بیننده های عزیز، در این برنامه در مورد یکی از مهمترین شرکت های جهان صحبت میکنیم. شرکتی که همه ایمان وابسته به آن هستیم و در همه جا با ما است. در مورد شرکت آمازون، این که از کجا و چگونه آغاز شد، در مورد فعالیت ها و چی درسی با ما دارد. برنامه آگاهی، نبض تکنولوژی. میدانید قدرت اصلی آمازون در جای پنهان است که کمتر دیده می شود. زیرساخت اینترنت جهان. بخش خدمات ابری آمازون که به نام آمازون وب سرویس AWS شناخته می شود، ستون فقرات بسیاری از وبسایت ها، اپلیکیشن ها، خدمات دیجیتال در سراسر دنیا است. AWS در سال 2006 راه اندازی شد، زمانی که کمتر کسی باور داشت شرکت ها حاضر شوند اطلاعات و سیستم های خود را به سرورهای بیرون بسپارند. در آن دوره بسیاری از مدیران شرکت ها نگران امنیت اطلاعات بودند و اعتماد به زیرساخت های آنلاین بسیار پایین بود. آمازون با استفاده از تجربه‌ای که در مدیریت زیرساخت فرودگاه خودش داشت، این ترس را با فرصت تبدیل کرد. خدمات AWS شامل سرورهای مجازی، ذخیره‌سازی اطلاعات، دیتابیس ها، ابزارهای تحلیل اطلاعات، یادگیری ماشین و امنیت سایبری است. این خدمات به شرکت ها اجازه می‌دهد بدون خرید سخت افزار گران قیمت، سیستم های خود را روی اینترنت راه اندازی یا مدیریت کنند. همین موضوع باعث شد استارتاپ ها و شرکت های نوپا با هزینه کم وارد بازار شوند. امروز هزاران شرکت بزرگ و کوچک، بانک ها، رسانه ها، دانشگاه ها و حتی نهادهای دولتی از AWS استفاده میکنند. بسیاری از سرورهایی که روزانه از آنها استفاده میکنیم، اگر AWS برای چند ساعت از کار بیفتد، عملاً فلج میشوند. شبکه‌های اجتماعی، فروشگاه‌های آنلاین، سیستم‌های پرداخت و حتی بازی‌های آنلاین به این زیرساخت وابسته‌اند. نکته بسیار مهم این است که AWS سودآورترین بخش آمازون است، در حالی که فروشگاه آنلاین گاهی با حاشیه سود پایین کار میکند و حتی در برخی سالها زیانده بوده. AWS میلیاردها دلار درآمد خالص ایجاد میکند. همین درآمد پایدار با آمازون اجازه داده تا در پروژه های پر ریسک و بلند مدت سرمایه گذاری کند. از دید استراتژیک، آمازون با AWS کار کرد که مایکروسافت سالها بعد با آزوری و گوگل کلاود وارد آن شدند. اما برتری زمانی آمازون باعث شد سهم بزرگی از بازار را در اختیار بگیرد و هنوز هم رهبر این حوزه باقی بماند. به همین دلیل است که برخی تحلیلگران میگویند آمازون بیش از آن که یک فروشگاه باشد، یک شرکت زیرساختی جهانی است. ناکامی در بسیاری پروژه ها، اما رقیب مطلق در سرعت و مقیاس. در این بخش برنامه درباره مهمترین کارها و شکست آمازون صحبت میکنیم. داستان آمازون از یک گاراژ کوچک در شهر سیاتل آغاز شد. جف بیزوس در سال 1994 تصمیم گرفت از رشد سریع اینترنت استفاده کند و فروشگاه آنلاین بسازد. او شغل امن خود را ترک کرد، تصمیمی که در آن زمان بسیار پر ریسک به نظر می رسید. بیزوس کتاب را به عنوان اولین محصول انتخاب کرد، نه به دلیل علاقه شخصی، بلکه به خاطر تنوع بالا و امکان ارسال ساده. آمازون در ابتدا فقط یک وبسایت ساده بود، اما تمرکز شدید بر تجربه مشتری باعث شد خیلی زود از رقبا جلو بزنند. در سالهای اول آمازون سودده نبود. بیزوس بارها به سرمایه‌گذاران گفت که هدف اصلی شرکت رشد بلند مدت است، نه سود کوتاه مدت. این طرز فکر باعث شد آمازون تمام درآمد خود را دوباره سرمایه‌گذاری کند، کاری که بسیاری آن را اشتباه می‌دانستند. با مرور آمازون دامنه فعالیت خود را گسترش داد، لوازم الکترونیکی، لباس، وسایل خانه، مواد غذایی و هزاران محصول دیگر. سپس مدل بازارچه را معرفی کرد، مدلی که در آن فروشندگان مستقل می توانستند از زیرساخت آمازون استفاده کنند. این تصمیم هم تنوع کالاها را افزایش داد و هم قدرت آمازون را چند برابر کرد. در کنار فروش کالا، آمازون سرمایه‌گذاری بزرگ روی لوجستیک انجام داد. انبارهای عظیم، رباب‌های هوشمند، سیستم‌های پیشبینی، تقاضا و شبکه حمل و نقل اختصاصی باعث شدند آمازون کنترل کامل زنجیره توزیع را در دست بگیرد. سرویس آمازون پرایم یکی از هوشمندانه‌ترین تصمیم‌های آمازون بود. ارسال سریع، محتوای ویدیویی و خدمات ویژه باعث شد مشتریان به شدت به این اکوسیستم وابسته شوند. این وابستگی وفاداری مشتریان را به طور چشمگیر افزایش داد. آمازون همچنین وارد حوزه‌های دیگر شد. کتابخانه کیندل که بازار نشر را تغییر
داد، استریم فیلم و سریال، موسیقی، بازی و حتی خرید شرکت‌های بزرگ مانند همه اینها نشان می‌دهد که آمازون فقط با فروش فکر نمی‌کند، بلکه می‌خواهد تمام تجربه خرید و مصرف را کنترل کند. اما شکست آمازون مفهوم نسبی است و بیشتر به حوزه‌ها و پروژه‌های مربوط می‌شود که با وجود منابع عظیم و نفوذ گسترده این شرکت نتوانستند به نتیجه مورد انتظار برسند. آمازون به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های جهان بارها نشان داده که همه ابتکارهایش الزاماً موفق نیستند و همین ناکامی‌ها بخشی از واقعیت جایگاه امروزی آن را شکل می‌دهد. یکی از نمودهای شکست آمازون در برخی محصولات سخت افزاری دیده می‌شود. ورودی این شرکت با بازار تلفن‌های هوشمند به استقبال کاربران مواجه نشد و نشان داد که قدرت آمازون در همه حوزه‌ها به یک اندازه مؤثر نیست. این تجربه به خوبی بیانگر محدودیت‌های برند آمازون در رقابت با شرکت‌های است که تخصص عمیق‌تری در طراحی و تجربه کاربری سخت افزار دارند. در حوزه خرده‌فروشی فیزیکی نیز برخی از ابتکارهای آمازون نتوانستند انتظارات را برآورده کنند. سرمایه‌گذاری در فروشگاه‌های حضوری و مدل‌های ترکیبی آنلاین، آفلاین اگرچه نوآورانه بودند، اما در بسیاری موارد با سوددهی پایین یا تغییر مسیر مواجه شدند. این موضوع نشان می‌دهد که حتی با پشتیبانی اطلاعات و فناوری، درک رفتار مشتری در فضای فیزیکی پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. از منظر اجتماعی و مدیریتی نیز می‌توان از نوع شکست سخن گفت. فشار شدید کاری و فرسودگی کارکنان تصویر عمومی آمازون را در برخی کشورها آسیب زده است و نشان می‌دهد که موفقیت اقتصادی همیشه با معانی موفقیت انسانی و اجتماعی نیست. نتوانسته جایگاه مسلط به دست آورد و ناچار به عقب نشینی یا تغییر استراتژی شده است. تفاوت‌های فرهنگی، قوانین محلی و رقابت‌های شدید بومی از عوامل بودند که مانع موفقیت کامل این شرکت در همه نقاط جهان شدند. در مجموع، شکست‌های آمازون نشان می‌دهد که حتی بزرگترین شرکت‌های فناوری نیز با محدودیت، خطا و ناکامی روبرو هستند. این شکست‌ها بخشی از واقعیت عملکرد آمازونند و تصویر متعادل‌تر از شرکت ارائه می‌دهند که در کنار موفقیت‌های بزرگ با چالش‌ها و ناکامی‌های قابل توجه نیز دست و پنجه نرم می‌کند. آینده در فروش بیشتر نیست، در کنترل زیرساخت زندگی دیجیتال است. در این بخش برنامه درباره قدرت و آینده شرکت آمازون صحبت می‌کنیم. با افزایش قدرت آمازون، انتقادها نیز افزایش یافت. یکی از جدی‌ترین انتقادها مربوط به شرایط کاری در انبارهاست. گزارش‌های زیادی از فشار کاری بالا، زمانبندی سخت و نظارت دیجیتال شدید منتشر شدند. این موضوع باعث شد اتحادیه‌ها و نهادهای حقوقی کار وارد بحث شوند. آمازون در پاسخ اعلام کرده که دستمزدها را افزایش داده، امکانات ایمنی را بهبود بخشیده و از تکنولوژی برای کاهش فشار فیزیکی استفاده می‌کند. با این حال، این موضوع هنوز یکی از چالش‌های اصلی تصویر عمومی شرکت است. انتقاد دیگر به قدرت انحصاری آمازون برمیگردد. بسیاری از کسب و کارهای کوچک معتقدند آمازون با قیمت شکنی و کنترل بازار رقابت سالم را از بین می‌برد. در مقابل، آمازون میگوید میلیون‌ها فروشنده کوچک از طریق این پلتفرم به بازار جهانی دسترسی پیدا کردند، چیزی که بدون آمازون ممکن نبود. از نظر سیاسی، آمازون با موضوع مالیات و قوانین رقابتی در کشورهای مختلف روبرو است. دولت‌ها تلاش می‌کنند قدرت این شرکت بزرگ تکنولوژی را تنظیم کنند، اما واقعیت این است که اقتصاد دیجیتال بدون آنها به سختی قابل تصور است. نگاه به آینده نشان می‌دهد آمازون تمرکز خود را روی هوش مصنوعی، اتوماسیون کامل انبارها، پهپادهای تحویل کالا و گسترش بیشتر AWS گذاشته است. این شرکت می‌خواهد سریعتر، هوشمندانه‌تر و مستقل‌تر از گذشته عمل کند و نقش خود را در آینده اقتصاد دیجیتال تثبیت نماید. آمازون نمونه روشن شرکتی است که با دید بلند مدت، ریسک پذیری و تمرکز بر مشتری توانست جهان را تغییر دهد. این شرکت همزمان الهام بخش و نگران کننده است. الهام بخش به خاطر نوآوری و نگران کننده به خاطر تمرکز بیش از حد قدرت. جایگاه امروزی آمازون تنها با فروش کالا محدود نمی‌شود. این شرکت یکی از بزرگترین بازیگران زیرساخت دیجیتال جهان است و بخش بزرگی از اینترنت و خدمات آنلاین بر پایه فناوری‌های آن فعالیت می‌کند. حضور آمازون در این سطح آن را به بازیگر استراتژیک تبدیل کرده که نقش مهم در پایداری و رشد اقتصاد دیجیتال دارد. بسیاری از نوآوری‌ها، استارتاپ‌ها و خدمات آنلاین بدون تکیه بر این زیرساخت‌ها امکان فعالیت در مقیاس جهانی را نداشتند. در زمینه لوجستیک و زنجیره تامین، آمازون جایگاه منحصر به فرد دارد. شبکه گسترده انبارها،
سیستم‌های هوشمند مدیریتی موجودی و استفاده از اطلاعات کلاً باعث شده است که این شرکت یکی از کارآمدترین سیستم‌های توزیع جهان را در اختیار داشته باشد. این توانمندی نه تنها مزیت رقابتی بزرگ برای آمازون ایجاد کرده، بلکه استانداردهای جدید را برای سرعت و دقت در تحویل کالا در سطح جهانی تعریف کرده است. از منظر فرهنگی و اجتماعی، آمازون به بخشی از سبک زندگی مدرن تبدیل شده است. خرید آنلاین سریع، دسترسی آسان به محتوای دیجیتال و خدمات اشتراکی، رفتار مصرف کنندگان را تغییر داده و مفهوم فوری بودن را به یک انتظار عادی بدل کرده است. در این حال، قدرت بالای آمازون و بحث‌های گسترده درباره انحصار، عدالت رقابتی، حقوق کارکنان و مسئولیت اجتماعی شرکت‌های بزرگ را به وجود آورده است. این مباحث نشان می‌دهد که آمازون نه تنها یک بازیگر اقتصادی، بلکه یک نیروی تاثیرگذار اجتماعی و سیاسی نیز است. در مجموع، جایگاه امروزی آمازون جایگاه شرکتی است که ساختارهای سنتی بازار را دگرگون کرده و جهت حرکت بسیاری از صنایع را تعیین می‌کند. آمازون امروز نماد مقیاس‌پذیری، کارایی و نفوذ عمیق فناوری در زندگی انسان معاصر است. شرکتی که تأثیر آن فراتر از محصولات و خدماتش در شکل دهی به آینده اقتصاد و جامعه جهانی دیده می شود. تشکر از اینکه تا این دم ما را همراهی کردین. برنامه بعدی ما یک برنامه کاملا متفاوت است درباره دیپ روبوت. اگر می‌خواهید برنامه‌های بعدی ما را بیننده باشید، فراز کست را سابسکرایب کنید. تا برنامه بعد، الله یاری آورتان. برنامه آگاهی، نبض تکنولوژی.